قصه مرغ سمندر نزد من افسانه نیست. سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است. آنکه عمر مرده زندگی کرد و نمرد، سوختند افروختند آیین اجداد من است. تاجیکان، گذشته، حاضره و آینده. روزهای نزدیک در شبکه‌های دی فیلم لایحه تاجیکان که الکی طول 1 سال از کار برداریم. تصمیم گرفتیم که 3 سال نویس میکنیم، بعد در 1 سال یا 2 سال نوارش میگیریم. اطراف این صحبت خواهیم کرد. 5 یا 4 خیلی 4 ضربه شکست یا بزرگی تاجیکان. استاد لایق در یک شعرش میگفت جبر تاریخ یگان قوم ندیده است که ما. تاجیکان در همین طول 2500 سال اخیر 4 شکست یا 4 خسارات بزرگ متحمل شدند و کمتر ملت در تاریخ شما میبینید که اینقدر این 4 من وقتی که 4 شکست میگویم معنی نداره که همین 4 شکست دیگر هیچی نداشتیم ما. نه، در این بین سازندگی ها و برد و باخت ها و ملت فراز و نشیب زیاد داشت، اما 4 شکستی که اینها بسیار مدهش بودند. یعنی خانه بر مردم، فرهنگ مردم از تاثیرش کم کردن، یا که به طور دیگر خواستند که ریشه قوم، ریشه ملت ببرن، یعنی از بیخ برکنن. اسکندر وقتی که آمد، برخلاف آنچه که اروپایی ها میگویند تا امروز هم میگویند، یعنی یک شاهنشاهی تمدن آفر نبود. اگر ما به شیوه زندگی کوروش و اسکندر مقایسه کنیم، تفاوت از زمین تا آسمان است. برای اون که کوروش یک شاهنشاهی است که با دولت‌های می جنگد، با دولت‌هایی که در همون زمان بودند، اما با مللی که مظلوم بودند، ستم دیده بودند، آزادی میبخشد به یونان، به یهودی ها، به مردم خودی بابل. اما اسکندر وقتی که آمده شاهنشاهی فارس یا شاهنشاهی هخامنشی را برهم میزند، به خاطر آنکه به دنیا ثابت کند که من در دنیا حرفی اول میزنم، تمام نمادهای تمدنی هخامنشی را از بین میبرد، یعنی نابود میکند. این وقتی که یک پادشاه، یک شاه این کار میکند، هیچ وقت او را شما نمیتونید در قطار شاهانی تمدن آفر نامید. و خودی همین دلیل که پایتخت هخامنشی که در خودی یونانی ها او را پرسپولیس، یعنی شهری فارس ها میگفتند، یک شهری که در دوام 200 سال او را ساخته بودند، چقدر مصیبت تحمل کردند که خطشان گرفت، آیینشان گرفت، حکومت از دستشان گرفت و اونا رو به یک مردمی که فقط باید خراج پردازند، فقط باید اطاعت کنند و فقط باید هم در اطاعت اونها باشند، هم بر آیین اونها باشند. همین فاجعه ما باید توانیم انعکاس کنیم در هنر ما، در فیلم ما، در موسیقی ما، در همین باید به مردم بگوییم. من چرا این گپ میگویم؟ شما تصور کنید امروز در بین ما نفرانی کم نیستند که نام اسکندر دارند، اما شاید باباهای ما فراموش کردند و باید این نسل امروزی ما اینا فراموش نکند. حتی استاد لایق یک شعر دارن، میگن که گله میکنن که نخواه مادری تاجیک نام فرزندش تیمور ماند، نام فرزندش اسکندر ماند و حتی چینگیز ماند. یعنی این همین خودش ناآگاهی ما رو نشون میده. در اروپا این نام اسکندر یا الکساندر فراوان است، چون جزوی همون تمدن مشهور است. یعنی شما ببینید خاطره تاریخی ما تا درجه گم شده است که ما به فرزند خودمون نام قاتل خود ما رو میدیم. یعنی فرزند ما رو به نام کسی میگذاریم که او بابای ما رو، اجداد ما رو گذاشته است، تمدن ما رو از بین برده است. و نقش همین فیلمی که قرار است که تهیه شود به میان آید همین است که به مردم بفهماند که مردم شما دوست از دشمن باید چی بکنید؟ فرق کنید که او کی است و به تمدن شما، بر روی تمدن شما، برای شما چی آورد. البته بعضی ها تا امروز میگویند که تمدن آورد، این آورد، اما ببخشید شما تمدنی تا اسکندر ببینید، اگر ما هیچی نداشتیم، اگر ما وحشی بودیم یا نیم وحشی بودیم، میگفتیم که در فیلم همین گونه اومده است. در فیلم ما رو وحشی نشون دادن. آفرین. این پاسخی ما با اونها میشود. همون فیلمی که شما منظورتون فیلم 300 اسپارتانی است
که این تقریبا یک 15-20 سال مقدم گرفته من در خاطر دارم. همون زمان بسیار اونها در همین فیلم اگر شما مشاهده کرده باشید مردمی ما رو مثل یک مردمی از نگاه چهرهشون هم برخلاف آنچه که چهره ما است، یک مردمی وحشی، یک مردمی از تمدن. در چندین فیلم است، نه تنها چندین فیلم. نمونهش همین فیلم. ما دعوای ما نمیخوایم از هیچ چیز هر چی سازیم. ما آنچه که میگوییم، ما آنچه که مینویسیم، ما آنچه که میخوایم تهیه کنیم و به بیننده ما، به مردم ما پیشنهاد کنیم بر اساس نوشته های خود یونانی ها هست. تمام تاریخ دوره استیلای یونانی ها خودشون نوشتن. میگن که خوشتر آن باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. درباره قدمت تاریخی، درباره سابقه درخشان تاریخی ما بیشتر بیگانگان، یعنی غیر تاجیک ها گفتن، از یونانی ها و ریمی ها و سر کرده تا چینی ها و مورخان عرب و مورخان دیگر تا امروز گفتند و این یک حادثه، یک فکت بی بحث است که تاجیکانی که از قدیمترین ملل عالم هستند. ببینید میخوان ذهن مردم آماده کنن، بگن ببینید اگر ما در همون عصر هجوم نمیکردیم اینها می آمدن، امروز هم اگر برای چی ببینید هر وقتی که به یک کشوری هجوم میکنن بهانه میارن. مثلا وقتی که امریکایی‌ها میخوان به عراق هجوم کنن، یک وزیر کارهای خارجه امریکا برام در نزد مردم یک پرویر نشان میدن، میگه ببینید عراقی ها عراقی اتمی دارن، درست اتمی سازن و اگر عراقی اتمی سازن دنیا رو به خطر مواجه میکنن. بعد چیکار میکنن؟ هجوم میکنن، میبینن یک سرزمین 1 میلیون آدم میکشن. با برام باز همون پرزیدنت همون کشور برام میگه که ببخشید ما نفهمیدیم خطا کردیم. آخه اون 1 میلیون آدم کی توانش میتید؟ شما بر اساس خطا 1 میلیون آدم کشتید، یک سرزمین از بین بردید. پس این فیلم ها ایدئولوژی ها، سرمایه ها میستند که ذهن مردم، چون که در هر کشوری که جنگ میکنن، خصوصا کشورهای اروپایی اگر دیده باشید، اروپایی ها، امریکایی ها هر وقتی که جنگ میکنن، از اون جنگ ویتنام این طرف مردمشون ناراحت میشوند، مردم تظاهرات میکنن، برآمده به خیابان میگن چرا از پول ما شما میخواید یک کشور بدبخت کنید. بعد مردم باید این با مردم در با ذهن مردم باید کار کنن. چیکار میکنن؟ فیلم ها رو میآفرینن، میگن ببینید ما در گذشته اگر همین کار نمیکردیم اینها هجوم میکردن، امروز ما همین کار میکنیم که اینها با ما هجوم نکنن با بهانه ها. و همین خاطر برای ما بسیار مهم است. بلور وقتی که عرب ها آمدن، شما جریان ضبط عرب ها رو میدونید چقدر طول کشید. یعنی از این 4 ضربه ما میتونیم گوییم که یگانه چیزی که ما قانع شدیم قبول کردیم یعنی این عرب ها بودن، چون ببینید دین آوردن. ببینید یونانی ها هم دین آوردن. همین دین یونانی ها برای چی دین یونانی ها دیر نپایید؟ به خاطر آنکه یک خدایی نداشتن. یونانی ها خداهای گوناگون داشتن. اجداد ما در همون زمان یک خدا بودن، یعنی خدای یگانه را اهورامزد میپرستیدن و یونانی ها خداهای گوناگون داشتن، زئوس و آپولون و افرودیت. اگر ما درباره زمان استیل عرب یگان چیزی منفی گوییم، بعضی ها سخت میرسد که اونا با ما دین آوردن. ببینید ما باید دین امروزه ما و دین 1000 سال آخر ما که اسلام است، از ضررها اینا رو ما باید از همدیگر جدا کنیم. اسلام آیین ماست، ما به این دین باور داریم، مردم ما 1000 سال شد در این دین زندگی میکنن. لیکن وقتی درباره اصطلاح عرب گپ میزنیم، ما باید یک چیز فراموش نکنیم. عرب ها وقتی که آمدن در سرزمین ما، جنایت و قتل و کشتار و تجاوزی زیاد کردن و خودشان اینو نوشتن. سوره بقره آیت هست لا اکراه فی الدین، یعنی در دین مجبوری نیست. بر اساس همین دلیل مردم آزاد میگذاشتن، میگفتن که کسی اگر اسلام قبول نکند باید انداز سپارد. یک نمودی مالیات انداز بود با نام جزیه. هر عضو خاندان در سال مقداری معین پول میسپرد. همین سیاست سبب میشد که بعضی مردم که نمیخواست پول سپردن، یک سال 10 سال 20 سال گذشت، به خاطر اینکه خیلی دیگه پول نمیسپارم، همین آیینش چی میکنم؟ آیین قبول میکنم. به مانند نماز آدینه. بله، مثل همون نماز آدینه که مثلا قتیبه اعلان کرد، گفت که هر کس که اگر به نماز آدینه بیاد من 2 تنگه بابا چی میدم. یعنی همینا خودش سیاستایی بودن که مردم به دین دعوت کنن. لیکن تبری مورخ بزرگترین این جهان اسلام که او تاجیک است میگه که وقتی که حتی مردم سوق مسلمان هم شدن، خلیفه های عرب بازم پول میگرفتن. یعنی به ایمان و مسلمانی اینها باور نداشتن. عرب حق داشت که زنی تاجیک گیرد، تاجیک حق نداشت زنی عرب گیرد. مدتها وزیرم به فکرم همین طور است. ببینید هنوز همین چیز در اونها باقی است. اونا نمیخوان دخترشون به غیر عرب دادن. در اون زمان که اونا غالب بودن
زن از قوم حتی اگر مسلمان هم بود ما شاهدها داریم ما چندین صدها هست حتی یک دانشمند معروفی ما وقتی که میخواد یک زنی عرب گیرد شخصیت خیلی معروف است وقتی که میخواد زنی عرب گرفتن زنش از لهجهش میفهمد که این عرب نیست تقاضا میکنن برادرش میبینن تقاضا میکنن مجبور میکنن که زنش طلاق دهد میگه در ما آر است ننگ است که با دختری عرب شوهری تاجیک کنند همین حادثه ها رو که مردم دیدن همون روشنفکرانی همون زمان نخبه های دوران شخص های پیش قدم و نفرایی که ناموس و حیثیتی همیتی ملی داشتن به خلاصه رسیدن که باید در مقابل این زورگویی باید ما یگان چاره جوییم و این خاطر یک حرکت سر میزنند با نام حرکت شعوبیه همچو عینی حق گویم همچو واسی حق جای گر سر در زیر دار و بند زندان تاجیکم گر سر در زیر دار و بند زندان تاجیکم